هر کس که طالب باشه و هوشیار باشه نسبت به این داستان برنامه، صلاحیت خیلی چیزا تو وجودش مشخص میشه که میفهمه چه علایقی، چه سلایقی و چه خلایقی میتونه در خودش داشته باشه. ما خلق کننده میشیم. چرا؟ چون خدامون ما خلق کرده. خدام خلق کننده است و ما شروع میکنیم خلاقیت به خرج بدیم. یکی از خلاقیتامون همیه با در میون گذاشتن اون چیزی که داریم. این خیلی مهمه. ما چی تو چنتمونه، چی تو چنتمونه، چی داریم رو کنیم. مثل یه جمعی میرفتیم میگفتن چی داری؟ رو کن. یه پاکت سیگار، یه فندکی، موادی، 4 تا شروری، یه جنس مخالفی. هیچ کنم جواب نداد. مستی سر شب بود. ولی اینجا ما رقمی مست میشیم. مثل بابا رسته به بنده خدا گفت بابا تو چیکار کردی قد مستی به ما یاد بده. گفت راهو یاد دادنی که نیست، راه رفتنیه، راه گفتنی که نیست. این راه رو بری. قدم 12 همیه. مثلا من بیام ولی شما بگم ایجور تموم شد، هممون نشیشیم بریم دیگه با امید خدا. نه، هر راه رو بری. بعد وقت، استعداد، توانایی خودتو بذاری توی راه، تو خانواده، تو جامعه، تو معتادا، تو حالا الکلیا، تو پرخورا، تو هر انجمنی که شرکت میکنه فرقی نمیکنه. اگه مادری، اگه پدری، اگر فرزندی، اگر همسری، اگر شهروندی، هر چی که هستی تو میتونی این پیامو برسونی.